سلام خدمت عزیزان و هنرجویان گرامی. جعفری هستم، مدرس استخراج طلا. دوستان به این شکل بوردها رو با مشعل گرم میکنیم و به همین راحتی پاکسازی میکنیم. حتما تو فضای باز انجام بشه. به این حالت از پشت بهش یه حرارت ملایم میدین، زیاد ندین که بورد بسوزه، خیلی آروم و ملایم، حرارتون کم باشه. به این شکل داخل یک ظرف میریزین که بتونین قطعات رو جدا سازی کنین. حالا من چند نمونه بورد موبایل رو برای شما پاکسازی میکنم که ببینید. یه سری باتری های کوچیک روی موبایل ها هست، حواستون باشه روش زیاد حرارت نگیرین که باعث انفجار میشه. اونا رو تا میتونین قبل از اینکه حرارت بهشون بدین با یه انبردستی سیمچینی چیزی جداشون کنین. خیلی ملایم حرارت بدین که بورداتون نه سیاه بشن نه بسوزن. گوشی رو حرارت راه ببریم، یک جا نگه بورد، منظورم از گوشی بورده گوشی به این حالت و حرارت راه ببرین تا راحت پاکسازی بشه. بورد سبزم به همین شکل فرقی نمیکنه. تمام بوردها به همین شکل، آیسی ها و پایه ها و تمام قطعات رو میتونیم جدا کنیم. بهترین وسیله هم همین مشعلیه که میبینیم و پیکنیک.